فقط این سگه که زورش به 5 تا ببر میرسه. وقتی این 5 تا ببر فقط 1 ماهشون بود، مادرشون توی یه نبرد از بین میره و فوراً به باغ وحش منتقل میشن. توی باغ وحش هم یک سگ ماده 5 ساله به نام ایزابل بوده. ایزابل وقتی طول ببرها رو میبینه، حس مادرانش فعال میشه و در کمال ناباوری بهشون شیر میده. همونجا مراقبای باغ وحش تصمیم میگیرن بزرگ کردن طول ببرها رو به ایزابل بسپارن. حالا این ببرها بزرگ شدن و هیکلشون 3 برابر ایزابله، اما هنوز هم مثل یه مادر ازش حساب میبرند. هر وقت با هم دعواشون میشه، ایزابل گوششون رو میکشه و جداشون میکنه. اونا هم در عوض 12 سال زحمت مادرانه‌ای که براشون کشیده، مثل 5 تا بادیگارد مراقبشن و هیچ وقت نمیذارن کسی بهش نزدیک بشه. و حالا ایزابل با عشق مادرانه تبدیل شده به قدرتمندترین سگ روی کره زمین. اگه از این نوع حقایق خوشت میاد، پیج ما رو حتما دنبال کنید.